حمد و ستایش بر خداوند حکیم و توانا و درود و پیام معطر بر حبیب دلها محمد مصطفی و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. این 10 روز ذوالحجه، 10 روز با فضیلت، 10 روز بزرگترین سال برای هر یکی ما و شما پر برکت، پر اجر، پر نور باد و هر طاعت و عبادتی که در این موسم خیر، موسم نیک انجام می‌دهیم مقبول درگاه حق بادا. و بعد دوستان عزیز، این حیات دنیا، روزگاری که انسان در این عالم سپری می کند، مکان ابتلا، مکان آزمایش و امتحان است و روزگاری که در پس این قرار دارد و هر مؤمنی به آن یقین دارد و یقینا هر انسانی به آن می رسد، روزگاری گرفتن نتیجه های این امتحان است و خداوند عزوجل با عدلش مقرر نموده که حیات اخروی انسان، حیات همیشگی او در آن دنیا بسته چگونگی رفتار و کردار او در این دنیا است و هر آن چیزی را که خداوند برای بنده در این دنیا عطا می کند از کرم و فضلش برای او می بخشد، در آخرت البته که آن چیز، آن نعمت سؤالی دارد، پرسش می شود. از بنده سوال می شود که آن نعمت را چگونه استفاده برده. در این مورد امام ابو عیسی ترمیزی و امام ابو محمد دارمی سمرقندی از صحابی بزرگوار ابو برزه اسلمی روایت کردند که فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. بنده در روز آخرت قدم بر نمی دارد حتی اینکه خداوند از او این 4 سوال را می پرسد. حالا به این 4 سوال جواب نگوید جای حرکت نمی کند. همین که محشور می شود، برای حساب انسان را زنده کننده می شود، باید به این 4 سوال جواب گوید، باید جواب داشته باشد. در این دنیا باید جواب خود را آماده کرده باشد. اگر در این 4 سوال، در جواب دادن این 4 سوال کامیاب گردد، البته از امتحان خدا می توان گفت که گذشته. اما اگر در جواب این 4 سوال درماند، حال او تباه است. از او پرسیده می شود عن عمره فیما افناه، از عمرش که در کجا آن را سپری کرد. از عمرش پرسیده می شود، این عمری که عبارت از نفسها، از لحظه ها، از دقیقه ها، ساعت ها، هفته ها و سال ها و ماه هاست، از این بنده را پرسیده می شود که در کجا صرفش کرد. آیا در طاعت، در یاد خدا، یا در معصیت و غفلت و دوری از خدا. و عن علمه فیما عمل فیه، و او را سوال کرده می شود، سوال دوم، از دانشش که به آن چی کرد، بر آن چیزهایی که شنید و دانست آموخت، از آن چیزهایی که از حلال و حرام، از فرمانهای خداوند، سفارشهای آفریدگارش که به او رسید، تعلیمات و توصیه هایی که فرستاده خدا، استاد عالم، منجی بشر به او تعلیم داد و به گوش او رسید، چه عمل کرد. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، سؤال سوم از او پرسیده می شود، مالت را از کجا به دست آوردی؟ آیا از راه حلال، از راه درست به مهنت خود به دست آوردی، یا از راه دروغ و مکر و فریب و نیرنگ؟ از راه حلال و یا از راه حرام؟ من این اکتسب و فیما انفقه، و آن مال را کجا خرج کردی؟ یعنی در مورد مال 2 سوال است. اولا این مال را از کجا یافته بودی؟ سپس آن را در کجا خرج و صرف نمودی؟ یعنی اینکه بنده مال را به دست می آورد، حتی اگرم به مهنت حلال خود باشد، با عرق جبین خود باشد، به این معنا نیست که او آزاد از هر کجا خواهد آن را خرج و صرف کند، در راه حق یا باطل یا به اسراف. نه، می باید در آن 4 چوبه‌ای که خداوند معین کرده حق دارد که صرف کند. در غیر آن چیزهایی که خدا اجازت داده حق خرج و صرف ندارد، چون که حقیقتا مال اون نیست، مال خداست. یک زمان به دست او سپرده و امتحانش میکند. و عن جسمه فیما ابلاه، سؤال 4 از بنده پرسیده می شود که جسمش را در کجا پیر کرد، جسمش را در کجا به عمر پیری، به ناتوانی رسانید. این قوه بازویی که خداوند برای او عطا کرده بود، این عضوهای
ظاهری بیرونی از قبیل گوش و چشم و این اعضاهای داخلی باطنی از قبیل قلب و شش و جگر و این عضوهایی که بسا دقیق و بسا با قوت و توانایی کار میکردند و بنده در عافیت و تنی صحت قرار داشت، این عضوها را در چه راهی به پیری رسانید و کاسته و افسرده کرد. بعضی نفران به خودکشی اقدام میکنند، گمان میکنند که مادام جسم آنهاست، مال آنهاست، هر کاری که خواهند اجازت دارند در آن تصرف کنند. نه، هرگز چنین نیست. جسم انسان امانت از جانب خداوند در دست اوست که او را از آن پرسیده می شود. عموما از جسم و از هر عضوی که در این جسم موجود است. عضوهای ظاهری از قبیل گوش و چشم و عضوهای باطنی داخلی. بعضی عضوها را، بعضی نفرها عضوهای داخلی خود را با سیگار کشیدن بیمار میکنند. مثلا از او پرسیده می شود. البته این عضوی که خداوند برای اجرای وظیفه های معینی برای بنده عطا کرده، مثلا بینایی، نعمت چشم که خداوند برای دیدن چیزهای حلال و برای آموختن علم و دانش و برای نظر کردن در مصحف، در کلام پروردگار آفریده برای بنده عطا کرده. این را در کجا؟ به سن نابینایی رسانیده. این گوشه که خداوند برای او عطا کرده بود، نعمت شنوایی، آیا به این نعمت سخن خدا و رسول، پند و نصیحت و خیر و نیکی شنید، و یا اینکه در شنیدن موسیقی ها و دیگر چیزها آن را به عمر ناشنوایی یا ضعف شنوایی رسانید؟ از بنده البته پرسیده می شود. از هر نعمتی که به بنده عطا کرده می شود، بنده مورد سوال قرار می گیرد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اما این 4 سوال، سوال هایی که مشخص و پیش از هر سوال دیگری حالا قدمش را بر نداشته از او پرسیده می شود که سرنوشت او در آخرت و حیات من بعده او در این حیات ابدی و جاودانی بسته چگونه جواب دادن بر این سوال هاست. خداوند همگی ما و شما را از بندگانی قرار دهد که در امتحان ها، در سوال های او کامیاب می شوند. خدا یارتان.